سلام و درود خدمت بینندگان پیج فعال طناز. به درخواست مکررتون کد جذب پول خواسته بودین، براتون امروز میخوام آموزشش رو بدم و این کد خیلی جوابدهی داشته. خودم مکررا استفاده کردم، هر مبلغی که نیاز داشتم داخل اون دایره نوشتم و اولش با کم شروع کنین، بعد یواش یواش زیادش کنین. میبینین که خود به خودتون پول رو جذب میکنین با خودکار قرمز. حتما باید خودکار قرمز باشه. پس با خودکار قرمز و یه دایره میکشیم. خب با خودکار قرمز یه دایره میکشیم و کد مورد نظری که من بهتون مینویسم و داخل اون دایره میکشیم. مبلغی که نوشته میشه باید با منطق جور در بیاد. مثلا نه بنویسی 100 میلیون تومان تو حقوقت مثلا 5 تومن باشه، یک مبلغی بنویسی که با منطق جور در بیادش. پس 2 تومن میتونی مبلغ رو زیاد کنی، 10 تومن مبلغ رو زیاد کنی، از مبالغ کم شروع کنی، بعد مبالغ رو 2-3 روز یه بار که پول دستتون اومد به اضافه کنین. خب کد مورد نظر رو مینویسیم اینجا با خودکار قرمز. حالا تاکید میکنم باید میریم با خودکار آبی مینویسیم. با خودکار قرمز، من چون خودکار قرمز نداشتم با آبی براتون نوشتم. این کد 340 60 550 رو مینویسیم. مثلا من مینویسم من 30 میلیون پول فوری نیاز، 30 میلیون تومانش هم بنویسم که البته دلار هم ان شاءالله دستمون بیاد، فوری نیاز دارم. و این کاغذ رو میگفتم مبالغ کمی، 2-3 روز این پول دستتون میادش. بعد این کاغذ رو میسوزونین. بعد از اینکه 2-3 روز این پول دستتون میادش، مبلغی که گفتم مینویسی و 99% جواب گرفتن. یعنی من حالا نشده که اینو انجام بده کسی بگه جواب نگرفتم. 2-3 روز پول دستت میاد. بعد از 2-3 روز کاغذ رو میسوزونین، یا تو ظرفشویی بگیر آب ببره کاغذ سوخته رو، یا فوتش کن بیرون توی پنجره بیرون که باد ببرتش و دوباره یه کاغذ دیگه میکشیم. یعنی هر وقت دوباره 2-3 روز دیگه حالا دوباره میخوایم درآمدتون بیشتر بشه، حقوق مثلا کار آزاد داریم میخوایم حقوقتون بالا بره، دوباره با یه کاغذ دیگه میکشیم با همین کد، با همین عدد، با همین مبلغی که مد نظرتونه. یواش یواش هم مبلغ رو میبریم بالا. حتما باید با شمع بسوزونین. بعد حتما خاکسترش رو گفتم به آب روون یا باد باید برید. برای تحقق این اتفاق بیفته و کد پول براتون فعال بشه، این زیر حتما باید کامنت به عدد 520 و کامنت بذارین و بنویسید من با کائنات همسو و هم انرژی هم. قضیه کار و پول یه طوریه، انرژی که میدی اگه صدرات دعا یا چیزی نباشه پول حتما به دستت میرسه. خب و اون چیزی که میخوای برات درست میشه. پس وسواس نداشته باشین برای انجام این کار. ریسک چیزی نیست که ریسک کنیم وای من الان فلان میشه بسار میشه. پس وسواس نداشته باشین، ترس نداشته باشین، بذارین مسیر کائنات باهاتون همسو بشه و با انرژی مثبت، با اعتقاد کامل این کار رو انجام بدین و یه جورایی رها کنین و حال دلتون رو مثبت کنین و مطمئن برخورد کنین. یعنی اینجوری باشه که من دارم این کار رو انجام میدم، این کد رو انجام میدم، این رونیک رو انجام میدم، باور ذهنیت این باشه که 100% جواب میگیری و مطمئن باش نتیجه دلخواهی که میخوای به دست میاری. امیدوارم که از این رونیک بهره کافی رو ببرین و اینو برای دوستاتون بفرستین، حتما انجامش بدین و نتیجهش رو این زیر اعلام کنین. ان شاءالله هر پولی که مینویسین دستتون میادش.